بعد یه چیزی اگه ما بخوام یه چیزی بگم عربی برام کنیم میتونی درش بری یه کلمه. آره بگو. کو این چه میشه عربیش؟ سلام، من ماریا هستم. اینجا بوشهره. با مهمونهای نوروزی میخوام یه مصاحبه انجام بدیم. با ما همراه باشید. خلوکم معی. سلام، از کدوم شهر تشریف آوردید؟ سلام، از اصفهان اومدم. سلام، از کدوم شهر تشریف آوردید؟ سلام، از کازرون. خیلی خوش اومدید. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من محمد حسین هم 18 ساله از بوشهر. ماشاءالله چقدر کامل. شما عربی بلدی؟ تا حدودی. خب چی بلدی؟ علم و سلام، صباح الخیر. صباح النور. صباح النور میگن؟ نه، صباح جوابش میشه صباح النور. عیدت مبارک یا عیدتون مبارک به عربی چی میشه؟ چون با توجه به اینکه عید فطرم هست خوام اینو بگید به عرب ها، مخاطبای عرب زبان. آره قفل کردم. قفل کردی. خب. سلام، خوبی؟ ممنونم. شما از کدوم شهر تشریف آوردید؟ از کازرون. از کازرون. خیلی خوش اومدید. میتونم یه سوال بپرسم؟ در خدمتیم. خیلی ممنونم. شما عربی بلدی؟ نه. دوست دارید یه اصطلاح بهتون یاد بدم؟ بله، خیلی دوست دارم، چون من همیشه میرم کربلا، مسئول کاروان زیارتی هستیم، میریم کربلا. دوست دارم که خیلی عربی بلد باشم و صحبت کنم باشون. خیلی هم عالی. لباسون هم خیلی خوشگله. خب من یه اصطلاح بهتون یاد میدم. این میشه عیدتون مبارک به عربی. خب بعد از من تکرار کنید. شما عربی بلدی؟ نه متاسفانه. خب شما عربی بلدی؟ نه خیلی بلد نیستم. بلد نیستی. میخوای یاد بگیری یه اصطلاح بهت یاد بدم؟ خوبه. خب عیدتون مبارک رو به عربی برای من میخونید اینجا. دوست دارید یاد بگیرید؟ با کمال میل. خب من یه اصطلاح بهتون یاد میدم، اینو اگه ممکنه برای من بخونید. کل عام و انت هم بخیر. آفرین. یه بار دیگه با هم میخونیم. من میخونم شما تکرار کن. خب کل عام و انتم بخیر. بخیر. عید شما مبارک باشه. خیلی ممنونم. شکر. تشکر. کل عام و انتم. با من تکرار کن. کل عام و انتم بخیر. خیلی ممنونم. شکرا. عفوا. کل عام و انتم بخیر. عیدتون مبارک باشه. ممنون، مرسی، متشکرم. شکرا. ممنون. کل عام و انت بخیر. انتم هستش. یه بار دیگه بخونیم. کل عام و انتم بخیر. آفرین. ولک ما بچه آتا تحت شقیق. خیلی ممنونم. خیلی خوب خونید. این چی میشه؟ این یعنی عیدتون مبارک. عید شما مبارک. و انتم من اهل الخیر. شکرا. چیزی که رو سرتون بستید میدونید چیه؟ فکر کنم چفیه. چفیه رو ما ایرانی‌ها میگیم. عربا میگن قطره او شماغ میگن. این چیزی که هست. خدمت بلاگر خوب بوشهریمون آقا محمد هستیم. آقا محمد حالتون خوبه؟ باشه، خیلی مخلصم. یه سوال دارم. عربی بلدی؟ عربی نه. بلد نیستی؟ هیچی؟ نه، فقط میفهمم. خوبه، اونم خیلی خوبه. میشه اینو برامون بخونین؟ با صوت بخونمش؟ نه عادی. کل عام و انتم بخیر. خب این یعنی عیدتون مبارک. بس میگی؟ آره. عیدتون مبارک. یه بار دیگه با هم بخونیم. کل عام و انتم بخیر. بعد یه چیزی اگه ما بخوام یه چیزی بگم عربی برام کنیم میتونی درش بری یه کلمه. آره بگو. کو این چه میشه عربیش؟ اینه او وین. من مثل خودم میگم. نه مثل شما نمیتونم بگم وین. نمیتونم. وین. وین. از ما ممنونم. خیلی سلام، عیدتون مبارک. امیدوارم عید خوبی داشته باشید تا این لحظه. بچه ها، عید ما مثلا سنی ها و شیعه ها، گفتم من شیعه هستم ولی خب عید عرب ها یک روز زودتر از ما بود امسال. این ویدیو روز عید ایرانی ها گذاشته میشه. عید شیعه ها بهتره بگم. امیدوارم از دیدن مصاحبه و گفتگویی که با مردم کردیم خوشتون اومده باشه. قبل از هر چیزی واقعا تشکر میکنم از کسانی که قبول کردن توی این گفتگو و مصاحبه با ما همراه باشن، چهرهشون انتشار داده بشه و به ویژه بلاگر خوبمون آقا محمد. اگه نمیشناسید محمد اکبری پور سرچ کنید. بلاگر طنز هست، اهل بوشه. مردم کاراشو دوست دارن و خیلی افتخار دادن که من خب خیلی یک دفعه ایشونو دیدم
و تونستیم باشون مصاحبه بکنیم. امیدوارم که لذت برده باشید. قبل از هر چیزی، قبل از اینکه من الان آموزش ها رو بدم، کلمات مخصوص عید رو میخوام بهتون بگم تو این ویدیو، ازتون خواهش میکنم اگه انتقادی، پیشنهادی، مثلا میگه اگه اینجوری بری با مردم مصاحبه کن، چون این اولین مصاحبه بود که من انجام دادم توی فضای مجازی دارم میذارم، و اگه انتقادی، پیشنهادی، طبیعیه. اینجای کار مثلا ممکنه یک مشکلی باشه، اینجا مثلا اگه سری بدخواستی بری این سوال از مردم بکنی، اصلا سوال دیگه ای از مردم بکنی، و یا اینکه چه چالش هایی رو شاید مثلا شما ایده داشته باشید که به درد ما بخوره، مناسب باشه برای این کار، جا دوست داشته باشید، ایده ای که دوست دارید، انتقادی، پیشنهادی اگه خوب بودن که نظراتتون رو برام بنویسید. بریم برای تحلیل این مصاحبه ها. چند تا نکته رو در رابطه با این مصاحبه بهتون بگم. خب همونجوری که دیدید اونهایی که من مصاحبه کردم گفتن ما عربی رو بلد نیستیم. مطمئنم اگه مثلا 10 نفر دیگه هم میپرسم شاید به زور 1 نفر میگفت من عربی بلدم، اونم احتمالاً عرب زبان بوده. یعنی خیلی کم پیش میاد، کمه. یعنی خودتونم برید بپرسید از اطرافیتون چند نفر عربی بلدید، درصد خیلی کمی جواب میگیرید اینکه عربی بلدن. حالا مثلا فارس باشه عربی یاد بگیره، اینه که دیگه واقعا خیلی چیز نادریه. و اگه شما میخواید عربی یاد بگیرید واقعا بهتون افتخار میکنم، خودتون به خودتون افتخار بکنید به عنوان فارس زبان به سراغ زبان عربی رو انتخاب کردید. زبان تجارت، زبان به نظر من زبانیه که واقعا در کنار انگلیسی امروزه خیلی بهش احتیاج پیدا میشه. اگه علاقه ندارید یا اون دسته هستید که اصلا فکر میکنید هیچ نیازی ندارید، که اصراری نیست. اگه تا اینجای ویدیو دیدید و قراره به قسمت آموزش ها برسیم و با ما هستید، پس یعنی شما واقعا از اون کسایی هستین که واقعا پشتکار دارید و دنبال یادگیری هستید. به نظرتون چرا مردم عربی رو بلد نیستن؟ چند دلیل حالا به نظر خودم اینجا براتون می نویسم. یکی این که مثلا احساس نیازی پیدا نکردن تا الان. مثلا من چرا برم عربی یاد بگیرم؟ چرایی تو ذهنشون وجود نداره و نیازه نیستش که من چرا یاد بگیرم. خب الان من دارم زندگیمو میکنم، هیچ نیازی ندارم برم با عرب ها. یعنی اصلا به فکر رابطه با اونا نیستم، تجارت با اونا نیستم، مثلا سفر نمیرم به کشورهای عربی، یا اصلا دوست ندارم مثلا فیلم ها و آهنگاشون، در صورتی که حالا توی ویدیوهای دیگه من اینو بررسی میکنم که ما چقدر در ایران با کشورهای عربی در ارتباط هستیم. دلیل دوم به نظرم اینه که بعضیا یک ذهنیت منفی دارن نسبت به عربی. میگن با توجه به اینکه مثلا عربی توی مدرسه تدریس شده، معلمای عربی چندان خاطره خوبی برای خیلی از دانش آموزان نذاشتن، متاسفانه شاید از روی ناآگاهی، شما ببخشیدشون، اونها بلد نبودن، نمیدونستن عربی زبان خشنی نیست، زبان یعنی مثلا انگلیسی هست معلم، زبان‌ها خیلی خوبند، اکثریت یعنی ذهنیت خوبی دارم، ولی عربی اینجوری نبود متاسفانه. معلم عربی خودم هم خیلی خوب نبود، یعنی خشک بود، ولی خب چون من عربی خوب بود همون ابتدا با من اوکی بود. دلیل سومی که فکر میکنم شاید حالا شما فکر میکنید این ذهنیت، این که عربی حالا من احساس نیاز دارم و ذهنیت منفی هم ندارم، ولی به نظرم سخته، قواعد عربی خیلی سخته. اینو چیکار کنم؟ بچه این که میگید سخته به خاطر اینکه اصلا آشنایی ندارید با این زبان، نمیدونید چقدر آسونه. اگه میدونستید چقدر آسونه نمیگفتین چقدر سخته. توضیح این که آسونه ها اینا من میذارم توی ویدیوهای آینده که ما بیایم از بیس عربی رو با هم کار بکنیم. دلیل چهارم و آخرین دلیلی که نوشتم اینه که بعضیا میگن آقا اوکی، من دوست دارم یاد بگیرم، فکر نمی‌کنم هم سخته، ولی فعلا وقتش رو ندارم، اولویتم زبان انگلیسیمه فعلا. بچه‌ها زبان انگلیسی و عربی هم خیلی با هم منافاتی ندارن. شما اگه وقت دارید، اگه یعنی بستگی داره به برنامه‌ریزی خودتون، آدم اگه بخواد میتونه وقتش رو پیدا بکنه، میتونید در کنار عربیتون انگلیسیتون هم یاد بگیرید، با هم منافاتی ندارن. همونطور که من خودم این دوتا رو خیلی با هم خوندم. و بریم سراغ آموزش. خب آماده هستید؟ اول آموزشمون اول اینکه اصطلاحاتی که واسه تبریک عید به کار میره، چه اصطلاحاتی به کار میره. خب کاغذ قلمتون آماده است، برید بیارید و بنویسید. اولین عبارت عیدکم مبارک. عیدکم مبارک. عید چون عین داره، حالا من یکم غلیظ‌تر تلفظ میکنم، عیدکم مبارک او عید فطر مبارک. میتونید عید اسم اون عیده رو بذارید مبارک. عید نوروز مبارک،
حتی میتونید به کار ببرید برای عیدهای دیگه. مبروک هم اگه شنیدید بچه اونم به کار میره، ولی خب مبارک درست ترشه. جوابی که برای این در نظر داریم و بهتره بگیم، جوابم بگیم دیگه، یعنی فقط نگیم، یعنی اگه یکی بهت گفت شما بتونید جواب بدین. پس این عبارت ها رو با جواب میخوایم کار بکنیم. بگیم علینا و علیکم، علینا بر ما، علیکم بر شما. یا میتونیم از عبارت عساکم من عواده، عساکم من عواده. اینم از این عبارت که استفاده میتونیم بکنیم. عبارت بعدی کل عام و انتم بخیر، کل عام و انتم بخیر، یعنی هر سال و شما خوب باشید. یا عام رو به معنی سال میتونیم بگیم سنه، میگیم کل سنه و انت طیب. ببینید بچه انتم یعنی شما، جمع هستش، برای جمع به کار میره. انت برای مفرد مذکر و آقا، اگه بگی آقا میخوایم بگین. انتی برای مفرد مؤنث برای خانم به کار میره. یعنی اگه بخوام بگی خانم تبریک بگن میگم کل عام و انتی بخیر او کل عام و انتی طیبه. و جوابی که ما برای این عبارت به کار میبریم و خیلی معروفه، شما حتما باید یاد بگیرید. و این با توجه به اینکه حالا میخوای به کی جواب بگی، اگر یه آقا بود انت من اهل الخیر او انت من اهله. اهله اینجا خیر اختصار شده توی یک ضمیر، یا میتونی کاملتر خیر رو به کار ببری. اگه خانم بود و انتی من اهل الخیر. بعدی بچه‌ها که از یک اپلیکیشن برای من ارسال شد و خیلی دوستش داشتم، نوشته من اسرت، اونا برای که شرکت هایی که میخوان مشتریاشون مثلا تبریک بگن. این خیلی خوبه، حتما یادداشت کنین اگه یک شرکت و بیزینسی دارید. نوشته من اسرت، حالا اسم برنامه هستش، از خانواده فلان. خب بعد نوشته تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. این عبارت هم خیلی به کار میره، حالا شما شرکت نیستید یا هر چیزی. این میتونید تقبل الله منکم منا و منکم صالح الاعمال، یعنی خداوند قبول کنه از شما و از ما و بهترین اعمال رو. صالح الاعمال یعنی بهترین و زیباترین، صالحترین، نیکوترین، نیکو اعمال های نیکو. و بعد در ادامه نوشته و ایعیده علیکم بالخیر اعواما عدیدا. حالا من اینجا براتون می نویسم ان یعیده علیکم بالخیر اعواما عدیده. بچه اعواما جمع عام هستش به معنی سال، عدیده یعنی کثیره یعنی زیاد. میگه خداوند تکرار کنه اون رو بر خیر. ما یه عبارت داریم خدا میگه مروت همه سال، یعنی چی؟ این مروت این برای تکرار بشه، این خوشی ها توی خوشی ها به کار میبریم دیگه. این هم همینه، یعنی همون عبارت کل عام و انتم بخیر، این هم همینه، یعنی که هر سال مروت همه سال باشه. این میتونه عبارت خوب فارسیش باشه. عبارت من العایدین و الفایزین هم میتونید به کار ببرید. جوابش بدیم من السالمین و الغانمین. عساکم من عواده، اینا گفتیم، اینم استفاده خیلی میشه. جوابش میشه ینعاد علینا و علیکم. این علینا و علیکم خیلی کار بردیم. ایامکم سعیده، اینا میتونید بگید روزاتون خوش باشه. ایامک سعیده اگه مفرد هستش، اگه جمع باشه ایامکم سعیده. و ینعاد علیکم بالصحه والعافیه، اینم عبارتی هستش که میتونه به کار بره. بیشتر لهجه شامی هستش، ولی خب توی لهجه ها همه عراقی فرق نمیکنه. اینها همه اصطلاح هست دیگه، هیچ فرق نمیکنه شما بخواید کدوم کشور بگید. حالا ممکنه که یک کشور بعضی اصطلاح بیشتر استفاده کنه، یک کشور کمتر استفاده بکنه، ولی کل عام و انتم بخیر خیلی رایج تره تو بین اینها. در آخر و پارت دوم این آموزش کلمات مربوط به عید رو میخوام بهتون بگم. این کلمات خیلی مهمه. خب ماه رمضان میشه شهر رمضان، شهر رمضان، دا این خورده درشت بگم، درشت این حرف دا، رمضان این خورده سخته واسه ما ایرانیان. صلاة العید، صلاة العید نماز عید. زکات الفطر، زکات الفطر احتفال به معنی جشن و فرح به معنی شادی. زیارت العید، زیارات دید و بازدیدهای عید میگن زیاره، یعنی اگه بخوام بریم دید و بازدید از زیاره استفاده میکنیم. ملابس جدیده، لباسای جدید. حلویات العید، مائده العید، مائده به معنی سفره، مائده العید. عیدیه
کلمه خیلی مهم عیدیه. مثلا میگن وین عیدیتی، عیدی من کو، عیدی من کجاست. و این عبارت لا، مثلا میتونیم بگیم لا تنسى عیدیه، لا تنسى عیدی، یعنی عیدی رو فراموش نکن. اون در جواب اگه نخواد عیدی بده میگه تأخذ عیدیتک من الله خیر، یعنی میگیری از خدا عیدی تو، خیر میگیری از خدا، عیدیت خیره. میگه نه عیدی بدید به من، یعنی چی خیر میگیری از خدا. امیدوارم که عید خیلی خیلی خوبی داشته باشید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما نظراتتون برام بنویسید. خوشحال میشم بشنوم و حتما میخونم. دوستون دارم. خداحافظ.